سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره یه سری ویدیوهای سم، فان و خنده‌دار رو با هم دیگه ببینیم و بهشون ریاکت بدیم. قبل از که بریم سراغ ویدیو، بچه‌ها ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. این کارتون من خیلی انرژی میده. اگر این کار کردین دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. بریم. خب اولین ویدیو وقتی تماشاگر از خود بی خود میشه. سوال چقدر تمیز مکملشو کات زد. به 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 به. حالا اینو بریز تو شیکر. به به. نفس عمیق عادی هیچکی نمیفهمه. نصف شب چیز میای خونه. من اومدم. خیلی گفتن که بطری میندازی صاف وای میسه، سر اینه که یه ماده ای میریزی توش باعث میشه که صاف بیفته. نمیدونم نمک میریزی توش، خیلی معروف شده بود. اگه جرأتش داری بیا جلو دوربین پرش کن. گفتم باش، بیام جلو دوربین پرش کنیم. یکم احساس میکنم زیادی خیس شد، باید خوشیش کنیم. تمیز کنیم با این. خب این دیگه آبه دیگه، همین الان پرش کردم. اگه فکر میکنید تاثیر داره و نمک میریزم توش، خب شما هم بیاید توش نمک بریزید، رکورد بزنید دیگه. چه فرقی میکنه؟ دمش گرم. فرقی میکنه؟ دمش گرم. اصلا هیچ مدرسه توی کل کشور حق نداره مختلط باشه. اصلا به تو چه ربطی داره؟ مدیر آموزش پرورش میام از این به بعد تمام مدارس کشور مختلط شد، برن عشق کنن به چاه. هر ناظمی هم به مدل مو ناخون دانش آموزا گیر بده میام تو مدرسه. در ضمن تمام مدارس کشورم باید مجهز به اتاق سیگار شه. مسابقات فوتبال بین مدرسه‌ای هم فقط توی استادیوم آزادی برگزار میشه. یعنی چی که به چاه توی آسفالت بازی کنن؟ ما بفهمم معلمی روی دانش آموز خدا آینه کرده دست رازی کرده، میام تو مدرسه. مدارس کشورم مثل دانشگاه‌ها باید صرف داشته باشه. از این بعد به دانش آموزا چلو کباب و شیشلیک بده. پاستور، تخته، گوشی توی مدارس کلا آزاده، عشق کنن بچا. کنکور هم کلا میخوام حذف کنم. پس برنامه‌تون واسه ورود به دانشگاه چیه؟ مرام و معرفت، هر کی مرامش بهتر دانشگاه به. به ما نمیخوری بود تو باب، تو رو نمیکنیم بود تو باب. تاشم زلم پیجمو خیلی گلی بود تو باب. عمری داشتم اشتباه فهمید. چه گویی داری میخوری؟ عمری نمیفهمه من الان چتم جلوش نشستم. عمری نمیفهمه من الان چتم جلوش نشستم. چرا میخندی؟ آجی فردا چک دارم. چقدر؟ 30 تومن. چقدر داری؟ 3 تومن. فردا قسط دارم. چقدر؟ 8500. چقدر داری؟ 10500. 2 تومن بیشتر داری که؟ نه 10500. هیجانش خیلی زیاده. داشت اینم از زمینی که گفتم، فقط یه خورده سر قیمتش عالیه. وای. اگه خیلی شدید دستشویی داشتین و یکی داخل بود، یه قاشق بردارین بذارین توی قفل. یالله خسته نباشین. در شهر بی‌وفایان عاشقی کردن خطاست، دلبر بی‌ناموس. جلو میارم گم خود است بچگی مخم زور کنم سلو ولی آروم. چطوری؟ خیلی باحال. چه خبری؟ من تا سریال ترکی. مگه جایی رفته بودم که بیام دستشویی بودم. این دیگه چیه؟
این مهمده دوست تهدیدم. آخه 10 دقیقه 5 دقیقه هنو 2 دقیقه نشده که رفتم اومدم. امیر من با خودم گفتم رفتی دیگه نمیای، خیلی گذشته دیگه قبول کن. منم گفتم نمیاد دیگه، برم به یکی دیگه بدم. اونسا عزیزم فکر تو برام نریز، برای بچه‌مون ضرر داره. بچه؟ مهمد میخواد اسم تو رو روش بذاره. از همون اول توی خوابگاه چجوری برخورد کنیم؟ یا الله که مشکلی پیش نیاد حد و مرز تو با بقیه هم تعیین کن. تمامی؟ حمومه نباز کن برای خوره نباز کن. خوابگاه پسران همینه. هرچی عزیزت کرد بهشون بگو و نذار از سوء استفاده کنن. مجید ناموسن ساعت من دوام خوشم نمیاد. باشه. اگه اساسی رو تختت بشینن از وسایلت استفاده بکنن تعارفی باشون نداشته باش. حالا من رو تختم حساس نیستم ولی یه جا برای من بذارین. رابرت خیلی جدی‌تر از جاهای دیگه نظافت رو رعایت بکن. نظافت رو رعایت کنید دیگه. همین دلیل خوابگاه جای عجیبه، آدمای مختلف می‌بینی، رفتارهای عجیب و غریب می‌بینی. آقا در کل خوابگاه جای خوبیه، حاشیه داره ولی حاشیه‌اش در مقابل خوشگذرونیاش اصلا به چشم نمیاد. بله بچه‌ها. نه اومدیم بود. چقدر خوبه، قشنگ داره تمیز برمیاره. چه این کار خیلی دوست دارم، یکی از کارهای مورد علاقه همه. مریض روانی بیا تو یوسف ژاپنی برو. موسه ریختم تو. آقا موسه خب بچه‌ها ویدیو تمام شد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. بدرود.